ادامه بخش چهره‌های ماندگار صدرالدین عینی، زندگانی و قهرمانی. به همگان کاملا روشن است که هیچ کشور و ملت به زیایان خودآگاه و وطنپرست آینده خود را آباد کرده نمیتواند. تجربه خود ما در عصر 20 ثابت کرد که با وجود مشکل‌ها و حتی فاجعه‌ها، زیایان تاجیکستان فداکاری‌ها نشان داده در کشور علم و معارف، فرهنگ و طب پیشرفته را بنیاد کردند. استادان نامی، عالمان شهرتمند، شاعران و نویسندگان مشهور، طبیبان حاذق، اربابان بزرگ تئاتر و کینا، حافظان ممتاز و روزنامه‌نگاران برای ترقیات با سرعت اقتصاد، علم، فرهنگ نقش بزرگ بازیدند. امروز و در آینده نیز خلق ما با نام‌های جاویدانه استاد صدرالدین عینی، باباجان غفورов، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا турсунзода، ساتیم улуғзода، سلطان عمرов، عبدالغنی میرزاєв، علوی‌الدین بهاءالدینov، محمد عاصمی، محمدقل نرزی‌قلov، عبادالله نرزی‌قلov، ظریف رجبov، زیادالله شهیدی، محمدجان قاسمov، اصلی برهانov، تحفه فاضلova، باباقل فیض‌اللهیف، فضلالدین شهابov، شاهنظر صاحبov، آدینه هاشمov، اکا شریف جورایев، بوریس کیمیاگرov، منهاج غلامov، کامل تاجیев، محمودجان واحدov، لایق شیرعلی و دیگر فرزندان ملتمان که نام و شهرتشان از تاجیکستان بیرون رفته در تمام جهان موقع و مقام نمایان داشتند افتخار میکند. سری محبوب تمام خلق گردیدن این فرزانگان ملت در آن نهفته است که آنها خلق و وطن خود را به حد دوست می داشتند. خود از پی شهرت نگشتند، بلکه مهنت حلال و بی‌دریغ آنها را به بارگاه عزت و اعتبار عمومی خلقی برداشت. من باوری کامل دارم که زیایان امروزه خلق ما نیز دارای چنین ننگ و ناموس عالی و تنداری می باشند. اسماعیل سامانی گفته بود: تا زنده‌ام دیوار بخارا منم. فکر میکنم که هر یک فرد بیداردل تاجیکستان نیز باید همیشه آماده باشد تا در مورد ضروری دیوار و حمایتگری وطن صاحب استقلال خود گردد. جشن 1100 سالگی دولت سامانیان که به عید بزرگ عمومی خلقی تبدیل یافت، بر روند خودشناسی ملی و وحدت تاجیکان مضمون و مندرجه عالی و نیروی تازه وارد ساخت. همچنین طی چند سال آخر برپا گردیدن جشنواره‌ها و با عنوان عالی‌ترین وطن قدردانی شدن شاعران، عالمان و متفکران بزرگ تاجیک کمال خوجندی، میر سعید علی همدانی، صدرالدین عینی، باباجان غفورov، میرزا турсунзода و دیگران نشانه بالاروی خودشناسی ملی را آوردن به تاریخ قدیمه خلق تاجیک و احیا گردیدن سنت‌های والای اجدادی می باشد. رسالت ازلی زیایان تاجیک همین است و من باور دارم که زیایان امروزه نیز نیروی عقلانی مملکتمان را افزون میکنند، با کشفیات نادر علمی موفق میگردند، اثرهای شایسته دوران میآفرند، صنعت را رواج میدهند. باید هر اقدام زیایان با نام ملت و وطن و به خاطر شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال شروع گردد. تمثال چنین خدمت عالی به ملت و وطن خویش آثار ملت ساز و تلاش‌های فداکارانه استاد عینی، باباجان غفورov و میرزا турсунзода می باشد که با عنوان افتخاری قهرمان تاجیکستان مشرف گردیدند. زیایی بودن معنای نسبت به خود سیرطلب بودن را نیز دارد. زیایی حقیقی در جاده صاحب معرفت کردن جامعه، بلند بردن سطح شعور و پاکیزگی اخلاق مردم بی‌دریغ زحمت می‌کشد. باز یک سبق تاریخی را از خود کردن زیایان به نظرم خیلی مهم است. این استواری در موقع سیاسی، زیرکی در شناخت منفعت‌های ملی، پرورش و تلقین حس وطنپرستی، آشتی ناپذیر بودن با جهالت و خرافات و تعصب می باشد. استاد عینی را مثال میگیریم. مدرسی زبردست بود، دین را به درجه اعلا میدانست. کتابی را نیز با نام ضروریت دینیه تألیف کرده بود، ولی در تمام اثرهایش با تعصب و جهالت مبارزه می برد. برای به دولت‌های بیدار و پیشرفته برابر کردن وطنش
то сатҳи миллатҳои мутараққӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии халқаш фидокорона ҷаҳду талош меварзид. бахши чеҳраҳои мондагор дар боби Садриддин Айнӣ зиндагонӣ ва қаҳрамонӣ идома дорад.